فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر عزیزمون محمد نسیم از لوگر از افغانستان سوال کردن که نماز خواندن زن و شوهر در یک خانه جایز است؟ بله، هیچ گونه ممنوعیت شرعی نداره، میتونند که در یک خونه نماز بخونن. حتی از اینم فراتر جایز هست که با همدیگر نماز جماعت بخونن. بله. خود شوهر به اصطلاح امام بشه و زن میتونه در صف بعدی پشت سر شوهر خودش اقدام بکنه و اقتدا بکنه، نماز جماعت بخونه. اما این که خودشون در یک اتاق باشن به صورت جداگانه نماز بخونن هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره. منتها یک مسئله در اینجا هست، من احتمال میدم شاید که منظور این بینندهمون این باشه که مسئله محاذات هست. مسئله محاذات که در برخی از کتاب‌های فقهی اومده اگر مرد و زنی که نامحرم هستن در کنار همدیگر نماز بخونن نمازشون باطل میشه. در کنار همدیگر نماز بخونن یعنی در موازات یکدیگر باشن، نماز هر دو تا باطل میشه. بدون پرده نماز بخونن این فقط در مواردی هست که حتی در اون کتاب‌های فقهی که به این به اصطلاح این مسئله معتقد هستن فقط در مواردی هست که زن و مرد، یک زن و مردی که با همدیگر نامحرم هستن، اینها به یک فرد دیگری اقتدا کرده باشند، پشت سر یک امامی نماز بخونن و در اون نمازشون یکی باشه، نیتشون یکی باشه، در کنار هم ایستاده باشن، نمازشون باطل است. اما به این صورت که جداگانه نماز میخونن، در یک اتاق هستند و پشت سر یک امامی نیستند که در موازات هم دیگر باشند، یا این که مرد امام بشود، زن و فرزندانش پشت سرش بایستند نماز بخونن، این هیچ گونه اشکال شرعی و ممنوعیتی رو نداره.